سلام بچه‌های شیرین. درس نوبتیمان را از روی کتاب الفبا آغاز می‌نماییم. ما امروز با شما با حرفی ژ آشنا می‌گردیم. این حرفی ژ است. ژ کلان، ژ خرد. بیایید یک جای تلفظ می‌کنیم. ژ ژ ژ. بسیار ناز. اکنون برای حرفی ژ ما شعر می‌خوانیم. با ژ ژاله سر شود. ژاله با خطر شود. کودک از آن بترسد. به پیش مادر شود. در زبان تاجیکی حرف ژ در مابین و اول کلمه ها آمده می تواند. در اینجا ما رسم رو می بینیم. این رسمی چیست؟ رسمی کژدم است. در کلمه کژدم ما چند حرف رو می بینیم؟ ما 6 حرف داریم و حرف سیوم همین کلمه حرف چی است؟ البته حرف ژ است. اکنون بیایید به خواندن میگذاریم. ژ او ژا می شود. ژا ل الا ژاله. ابر ابر ها ابرها. بیژن بیژن. بهار بهار. چارمغز چارمغز. منیژه منیژه. گرفتند گرفتند. ناگهان. گلچینی. حرف ژ حرفی همصدا است. طرز نوشت حرف ژ در خط چنین است. ژ کلان و اینش ژ خرد. بیایید حرف ژ رو در تخته صنف نویسیم. اکنون ژ رو در تخته صنف می نویسیم. این از ژ کلان و اکنون ژ خرد رو نیز می نویسیم. این از ژ خرد. خواندن رو دوام میدهیم. ژاله ژاله. بهار بهار بود بهار بود. منیژه منیژه و بیژن گلچینی رفتند. منیژه و بیژن گلچینی رفتند. ناگهان ژاله بارید ناگهان ژاله بارید. کودکان خود را زیر درخت گرفتند. کودکان خود را زیر درخت گرفتند. ابرهایی سیاه پراکنده شدند. ابرهای سیاه پراکنده شدند. آفتاب برآمد. آفتاب برآمد. منیژه و بیژن گلهای بهاری چیدند. منیژه و بیژن گلهای بهاری چیدند. خب در اینجا زیر متن ما میبینیم که رسم آورده شده است. البته این رسمی کیست؟ رسمی
معنی ژ و بیژن است که آنها در زیر درخت ایستاده اند. بیایید کلمه های زیرین رو میخونیم. ناهی، ناهیه، ناهیه. یاقو، یاقوبوه، یاقوبوه. معنی، منیژه، منیژه. طلا، طلبه، طلبه. موسی، موسیقی، موسیقی. یکم، یکم. هژده، هژده. صنف، غیژک، غیژک. مینه، مینوازد، مینوازد. معلمه، معلمه. درس. اکنون متن زیرین رو یک جایه میخونیم. مکتبی، مکتبی. موسیقی، موسیقی. مکتبی موسیقی. در ناحیه‌ای، ناحیه‌ای. ما مکتبی، مکتبی. موسیقی، موسیقی. با کار آغاز کرد. در ناحیه ما مکتب موسیقی با کار آغاز کرد. مکتب، مکتب. هژده، هژده. خواننده دارد. مکتب 18 خواننده دارد. منیژه، منیژه. در صنفی یکم میخواند. منیژه در صنف یکم میخواند. او غیژک مینوازد. او غیژک مینوازد. با منیژه. معلمه، معلمه. یاقوبوه، یاقوبوه. درس میدهد، میدهد. با منیژه معلمه یاقوبوه درس میدهد. او ذهنی تیز دارد. او ذهنی تیز دارد. بچه های شیرین، در همین جا درس امروزه ما به آخر رسید. نیکنام و سربلند باشید.